به سینما پیشه گوش میکنید. انیمیشن درون بیرون دو موضوع این قسمت از سینما پیشه است. درون بیرون دو محصول شرکت محبوب انیمیشن سازی پیکساره. همون پیکساری که داستان اسباب بازی‌ها، کارخانه هیولاها و شگفت‌انگیزان رو ازش میشناسیم. درون بیرون یک سال 2015 اکران شد و حالا بعد از 9 سال درون بیرون دو علاوه بر تکرار موفقیت قسمت اول رکورد شکنی میکنه. تا زمان نگارش متن این اپیزود فروش جهانی درون بیرون دو به حدود 1 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده و شده پرفروشترین فیلم بلند انیمیشن تاریخ سینما. از طرف منتقدین هم عموم نظرات مثبت بوده. در درون بیرون دو بیل هیدر و میندی کالینگ گروه صداپیشگان رو ترک کردند. دلیل جدایی به طور رسمی اختلافات سر دستمزد اعلام شده بود. برای بازی در درون بیرون دو ایمی پولر صداپیشه خوشی دستمزد 5 میلیون دلاری به علاوه مزایا دریافت میکنه، ولی به صداپیشه‌های دیگه دستمزدی در حدود 100,000 دلار پیشنهاد میشه. با توجه به چنین شکاف عمیق دستمزدی و بیفایده موندن مذاکرات، در نهایت بیل هیدر و میندی کالینگ از حضور در فیلم انصراف میدن. غیبت هیدر و کالینگ که مشارکت و تأثیرشون به صداپیشگی محدود نمیشد در فیلم محسوسه. شخصیت ترس که بیل هیدر جای اون صحبت میکرد حضور کم دیالوگ و خنثایی داره. شخصیت ترسی که به اذعان خود سازندگان قسمت اول هیدر نقش اساسی در پرورشش داشته. از طرف دیگه شخصیت‌ها و صداهای جدید به درون بیرون دو اومدن. این شخصیت‌های جدید اضطراب، خجالت، ملال و غبطه هستن. قبل از اکران درون بیرون دو خیلی گمان زنی می‌کردن که پیرنگ قسمت دوم شباهت زیادی داشته باشه به قسمت اول که در نهایت هم این حدس‌ها درست از آب در اومدن. اگر درون بیرون یک رو تماشا کردین بخش بزرگی از داستان و شخصیت‌های قسمت دوم برای شما حسابی آشناست. درون بیرون دو واریاسیونیه روی تم قسمت اول. البته این تشابه دو قسمت فیلم رو از یه نظر میشه یه امتیاز تعبیر کرد. در دنیایی که آدم‌ها سریال‌ها و فیلم‌های محبوبشون رو چند باره تماشا می‌کنن و می‌گردن دنبال محتوای آشنا، اینکه مخاطب قبل از ورود به سالن سینما میدونه قراره چی ببینه، یه امتیاز هم است. گره داستانی درون بیرون یک جابجایی رایلی و خانواده‌اش به سانفرانسیسکو بود. این تغییر محل زندگی و ورود به محیطی ناآشنا جرقه یک تلاطم روحی رو در رایلی میزنه. رایلی اما با این تغییرات کنار میاد و در پایان شاهد رشد احساسی رایلی در برابر این چالش بودیم. درون بیرون دو داستان رو 2 سال بعد از وقایع قسمت اول و در دوران نوجوانی رایلی پی میگیره. بلوغ رایلی و مشکلاتش در ارتباط با همسن و سالانش و اجتماع هست که موانع و مشکلات پیرنگ در قسمت دوم رو تشکیل میدن. این دفعه هم رایلی با عبور از چالش‌های پیش رو وارد فصل جدیدی از زندگیش میشه. رایلی این بار هم در مواجهه با تغییرات محیطی خودش هم تغییر میکنه و به سمت چالش‌های جدیدتر میره. با توجه به موفقیت‌های درون بیرون به احتمال خیلی زیاد قسمت‌های بعدی تو راه هستند و ما شاهد ادامه زندگی رایلی از پنجره فیلم‌های درون بیرون خواهیم بود. در ادامه قصد دارم به چند نکته درباره نگاه فیلم به ذهن، احساسات و زندگی اشاره کنم. درون بیرون نسبت به چالش‌ها و تلاطم‌های ذهنی بی‌اعتنا نیست و اونها رو در پیرنگ به کار میگیره. فیلم ذهن رو به بخش‌های مختلفی تقسیم میکنه و به بهونه‌های مختلف تماشاگر رو با مکانیزم‌ها و ظرفیت‌های اون آشنا میکنه. یه کار بامزه که درون بیرون خوب انجام میده، شکل فیزیکی بخشیدن به واژگان و اصطلاحات مربوط به ذهن و فکره. مثلا طوفان ذهنی که عملاً به شکل طوفان نشون داده میشه و جریان سیال ذهن هم یک رودخانه جاری و در سیلانه. عینیت بخشیدن به اصطلاحات انتزاعی کمک میکنه درک بهتری از این مفاهیم پیدا کنیم. نگاه درون بیرون به انسان یک نگاه رمانتیکه. رمانتیک از این نظر که احساسات فرمان هدایت یک فرد رو بر عهده دارن و تمامیت فرد در قالب احساسات تعریف میشه. این احساسات میتونن با هم در جنگ باشن یا همکاری کنن، اما در نهایت تصمیمات و تفکرات یک شخص برمیگرده به احساسات. فلسفه رمانتیک حدوداً از قرن 18 شروع میشه و به نظر خیلی‌ها هنوز هم ادامه داره. درون بیرون دو و این توجه وسیع مخاطبان نشون میده
نگاه غالب زمونه ما به انسان هنوز هم یک نگاه رمانتیکه. یکی دیگه از تکنیک‌های عینیت بخشی درون بیرون نشون دادن احساسات به شکل آدم‌های کوچک داخل ذهن انسانه. آدمک‌هایی که با همکاری همدیگه شخص رو کنترل میکنن. این آدمک‌های کوچیک درون ذهن برگرفته از یک مفهوم قدیمی هستن به نام هامونکولوس. یا فیلم از ایده روح در ماشین الهام گرفته که در واقع اشاره داره به دوگانه انگاری ذهن و بدن و تفاوت جوهری اونها. ذهن یا روح مثل اپراتور یک جرثقیل بدن رو کنترل میکنه و به حرکت در میاره. رنه دکارت فیلسوف فرانسوی قرن 17 بود که با طرح چنین تفاوتی دوگانه انگاری ذهن و بدن رو پایه‌گذاری کرد. در مقابل این تفکر یگانه انگاران هستن که ذهن و بدن رو یکی میدونن. هر دو دسته هم بحث‌ها و استدلال‌های وسیعی برای ادعاشون دارن. اما زندگی ایدئال از نگاه درون بیرون چه شکلیه؟ درون بیرون در هر دو فیلم سعی داره تاکید کنه که وضعیت مطلوب برای فرد در زندگی وضعیتی که خوشی هدایتگر احساسات دیگه است. البته احساسات دیگه هم در موقع لزوم به وظایفشون عمل میکنن، ولی نیروی محرک اصلی خوشیه. داخل پرانتز فقط باید بگم در این اپیزود اسم شخصیت اصلی فیلم که به انگلیسی جوی هست رو خوشی ترجمه کردم. اما اگر از ترجمه تحت و لفظی فاصله بگیرم و ترجمه محتوایی انجام بدم، ترجیح همینه که بهش بگم شوق، چون عملکرد این شخصیت در فیلم بیشتر در واژه شوق معنا پیدا میکنه تا خوشی. اگر نظری در مورد ترجمه این اسم دارین خوشحال میشم بنویسید. در درون بیرون دو چالش داستان از جای شروع میشه که اضطراب جایگاه خوشی رو تصاحب میکنه و این باعث میشه همه چیز به هم بریزه. فیلم میخواد نشون بده چه فرقی میکنه که پیشرانه ما در زندگی چی باشه، اشتیاق یا امتناع. یکی از موضوعات لایه‌های میانی فیلم شباهت خوشی و اضطرابه. خوشی یک احساس خطر جدی نسبت به اضطراب داره و از همون اول خیلی خوب میدونه اضطراب رقیب توانمندیه. اینکه اضطراب تازه وارد چقدر سریع میتونه رشته امور رو به دست بگیره این مطلب رو دوباره اثبات میکنه. در یکی از سکانس میانه فیلم به خوبی نشون داده میشه که اضطراب چطور میتونه تخیل رایلی رو علیه خودش به کار بگیره. اینجا خوشیه که بیرون میاد و سعی میکنه جلوی اضطراب رو بگیره. باز هم خوشی و اضطراب هستن که مستقیما روبروی هم قرار میگیرن. اینجا سوال دوباره تکرار میشه. چی داره ما رو به جلو میبره؟ خوشی یا اضطراب؟ البته خوشی هم میدونه برای پیروزی باید با احساسات دیگه کنار بیاد. این درسیه که در فیلم اول یاد گرفته و در فیلم دوم هم به شکل دیگری تجربهش میکنه. خوشی که از سر خیرخواهیش مدت‌ها احساسات و خاطرات نچندان محبوب رایلی رو پس ذهنش فرستاده، مجبور میشه برای نجات رایلی سوار بر موج همین خاطرات پس زده شده به اتاق فرمانش برگرده. اینجا خوشی باز هم متوجه میشه که شخصیت رایلی نه فقط اون بخشای خوشحال، بلکه مجموعه‌ای از همه تجارب رایلی، حتی اون تلخاش. نکته قابل توجه در درون بیرون اینجاست که شخصیت یا مکانیزمی به نام عقل در فلسفه اون وجود نداره که به عنوان مدیریت کننده احساسات عمل کنه. احساسات خودشون زیر فرمان یک احساس دیگه به نام خوشی قرار دارن. تنها گزینه ممکن اینجا اینه که به کلیت این احساسات بگیم عقل. برای تقریباً 2000 تفکر غالبی که سرچشمه در تفکرات افلاطون و ارسطو داشته، چه در غرب و چه در شرق، شرایط مطلوب وقتی بوده که عقل اختیار احساسات رو در دست داره و احساسات همیشه در درجه پایین‌تر از عقل قرار میگیرن. درون بیرون تمام ذهنیات رو تقلیل میده به احساسات. فیلم اشاره‌های گذرایی میکنه به توانایی‌های اضطراب در حل مسئله، اما در نهایت اضطراب رو به عنوان یک مزاحم نشون میده و خوشی به عنوان یک قهرمان وارد عمل میشه و اون رو از سکان اداره امور جدا میکنه. این نگاه ساده انگارانه به اضطراب در تضاد با چیزی که ما از زندگی میشناسیم. اضطراب، و اگر بخوام یه واژه خاص‌تر استفاده کنم، انگست، بخش جدایی ناپذیر زندگیه. اگزیستانسیالیست‌ها خیلی حرف دارن درباره انگست که یکی از مفاهیم اصلی مورد بحثشون در فلسفه اگزیستانسیالیسمه. در دنیای واقعی خوشی ناتوان از کنترل اضطراب. به عنوان جمع‌بندی باید بگم تماشای درون بیرون دو لذت بخشتر از چیزی بود که انتظار داشتم. کمی تکراری بود اما تسلطش به روایت میتونست تماشاگر رو با خودش همراه کنه. لحظات کاتارتیکی هم در فیلم بود که آدم رو به درون فیلم میکشید. تماشای درون بیرون دو رو توصیه میکنم. بدرود.